مستوای چهارم، یکمین کتاب در مستوای چهارم و عموما گریم 13مون کتاب میشد مقدمه فی اصول تفسیر. ما علکی به علم تفسیر قدم گذاشته ایستاده. مقدمه در اصول تفسیر. مقدمه یعنی چی؟ پیش از آن که انسان علم تفسیر خواند، پیش از آن که علم علوم القرآن خواند، این یک مقدمه، پیش گفتار، یعنی یک علمی هست که کمتر درباره تفسیر و آیید علوم تفسیر معلومات میدهد. اصلا کتاب عبارت از 50 صحیفه است، ولی بعض علما ملحق 30 صحیفه دیگر جمع کردند از کلام خود مصنف شیخ الاسلام و یکی از شاگردانشان جمع آوری کردند که در دیگر کتاب ها اگر آیید علمی تفسیر گپ زده باشند، آیید علم اصول تفسیر، در همین ملحق 30 صحیفه دیگر جمع آوری کرده کتاب رو 80 صحیفه کردند. مقدمه فی اصول تفسیر. اینا بعضی علما شرح دادیان، یعنی کتاب کلان شدگی است، ولی الا در داخلش چی هست؟ یعنی خود مقدمه است، این هم شرحش است، برای همین حفظ شدگی است. یعنی که اون کتاب اصلا عبارت از 80 صحیفه است. این کتاب عبارت از 380 صحیفه بوده است، یعنی 80 صحیفهش متن است، 300 صحیفهش شرح است برادران. این کتاب یعنی که پیش از آن که انسان به طالب علم به علم تفسیر می‌دراید، آیید علم تفسیر معلومات می‌دهد. علم تفسیر تاریخش، اسلوبش، کدام قاعده ها ضرور هست در دانستن علم اصول تفسیر در این کتاب بیان شده است. و 14مین کتاب شذ العرف فی فن الصرف. این کتاب یعنی علم صرف، ما اینه در مستوای تمهیدی یعنی آمادگی در نوار پیشینه گفتیم که 22 باب علم صرف خواند، ولی اجازت است که خواه به زبان فارسی باشه، خواه به زبان تاجیکی که به خط کریلی نوشته شده باشد از همان خواند هم میشد، لیکن این الکی به زبان عربی هست. شذ العرف به معنای پهن کردن بوی خوب، الرائحه الطیبه معناش، یعنی که بوی خوب. نام کتاب رو چنین نامگذاری کردن، شذ العرف فی فن الصرف، در فن صرف از آن شیخ احمد ابن محمد الحملاوی، یک شیخ مصری هست، پیش گذشتگی از سالهای 100 سال پیش. کتاب عبارت از 161 صحیفه هست، یعنی این در علم صرف است. علم صرف آیید یک کلمه و مشتقات آن، مثلا ضرب زد، ضرب 2 نفر زدن، ضربو 3 نفر مردها زدن، ضربت یک زنی زد، ضربتا 2 زن زدن، ضربنا ما زدیم، ضربتو من زدم، لم اضرب نزدم، مثلا لا یضرب نمیزند، ضارب زننده، مضروب زده شده. خلاصه این یک کلمه را خیلی تا 200 کلمه از همین یک کلمه اشتقاق کرده علم صرف را تعلیم میدهد که بدون این علم نمیتواند آدم عالم شود، چون که کلمه ها را باید مدلول کلمه ها و معنای کلمه ها را بدون علم نمیفهمد. علم صرف است. خلاصه 15مین کتاب متن الرحبیه، منظومه از آن امام رحبی. این آیید علم میراث است. علم میراث جزء از علم فقه است، لیکن از سبب علم دشوار بودنش علما الهیده کردند. در دانشگاه ها هم فن الهیده تعلیم داده می شد و یکی از 12 فن علم فقه یکی آن علم میراث است و این اولین علمی که در روی زمین برداشته می شد. و هو اول علم یفقد فی الارض حتی لا یکاد یوجد. خود مصنف در همین کتابش میگه که علم فرایض یعنی علم میراث، ترکه میگن بعضی ها، این علم اولین علمی که از دنیا برداشته میشد. یعنی مردم میکوید در یک شهر در یک منطقه جستجو میکنه، اگر آدم نمیابید که علم میراث داند. و حدیث ها هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که علم میراث نصف علم است. برای اینکه نصف علم در حیاتتان لازم شود، این علم بعد روز وفاتتان لازم میشد. امروز که انسان از دنیا گذشت، آن مالی که از او باقی ماند چقدر تقسیم کنیم، به کی چقدر؟ این علم میراث است. خب عبارت از 187 بیت است، 170 چند است، لیکن بعضی علما اضافه کردن برای آنکه مصنف بعضی مسئله های رد را ذکر نکردن، مسئله های میراث را مانند رد، آن را بعضی ها اضافه کرده، یک 10-12 بیت دیگر اضافه کرده. خلاصه 187 بیت است و
کتاب 16 القواعد الفقهیه، قاعده های فقهی. این به عالمی که میخواهد یک آدم عالم فقه شود، یعنی قواعد فقهی یک علم علاهیده هست مانند علم اصول فقه و مانند علم میراث. یا 12 شاخه دارد علم فقه. یکی از شاخه های آن علم القواعد الفقهیه، علم قواعد فقهیه که در این باره علما خیلی کتاب های فراوان نوشتند. از جمله یکی از متن های خرد منظومه عبدالرحمن سعدی عبارت از 49 بیت است. یعنی کتابی مختصر است، کتابی کیسگی است، کتابی خرد است. 49 بیت که در یکی از بیت هاش میگن که هذه قواعد نظمتها من کتب اهل العلم قد حصلتها. این قاعده ها را من نظم کردم، به شکل نظم در آوردم. نظم شعر، یعنی سخنهای زیاد کوتاه میکند و به طریق شعر میکند تا اینکه حفظ کردنش آسان شود. هذه قواعد نظمتها، من این نظم کردم من کتب اهل العلم قد حصلتها، من این از کتاب های اهل علم حاصل کردم، یعنی جمع آوری کردم. خلاصش برای شما پیشنهاد میکنم ای طالب علم. بسیار کتاب شیرین و مختصر است که انشاءالله به ترتیب شرح میدیم. این بود مستوای 4